یه سوال من میتونم بپرسم؟ بناز. شما میدونستید بچگی های ناصرالدین شاه واسه چه قصه ای میگفتن؟ نه. قصه شهناز و مهناز و حبه بتناز. حبه بهناز کجاشه؟ حبه بهناز کجاشه؟ آخه انتر خفه شو بذار من تو رو آزاد کنم. آزاد؟ چقدر سفیدی تو، یعنی یه لجنی مثل تو با این همه پرونده میزونه. چرا باید عفو بخوره؟ من نمیخوام تو آزاد شی، دهن تو باید سرویس کنم. آزاد چی؟ مثلا نمیخوام آزاد شم. ما میخوری؟ من یه روز با تو کل نکنم میمیرم. من به تو وابسته شده، کجا برم؟ در نزن بابا، این قلب مال یکی دیگه است. امضا میکنم آزاد شی، یه بار دیگه این رو ببینم جرت میدم. برم کنکور بدم خوبه؟ کنکور برای چی؟ اون که مراقب داره، حداقل یکی مراقبمه. یه سوال من میتونم بپرسم؟ بناز. شما میدونستید بچگی های ناصرالدین شاه واسه چه قصه ای میگفتن؟ نه. قصه شهناز و مهناز و حبه بتناز. حبه بهناز کجاشه؟ حبه بهناز کجاشه؟ آخه انتر خفه شو بذار من تو رو آزاد کنم. آزاد؟ چقدر سفیدی تو، یعنی یه لجنی مثل تو با این همه پرونده میزونه. چرا باید عفو بخوره؟ من نمیخوام تو آزاد شی، دهن تو باید سرویس کنم. آزاد چی؟ مثلا نمیخوام آزاد شم. ما میخوری؟ من یه روز با تو کل نکنم میمیرم. من به تو وابسته شده، کجا برم؟ در نزن بابا، این قلب مال یکی دیگه است. امضا میکنم آزاد شی، یه بار دیگه این رو ببینم جرت میدم. برم کنکور بدم خوبه؟ کنکور برای چی؟ اون که مراقب داره، حداقل یکی مراقبمه. یه سوال من میتونم بپرسم؟ بناز. شما میدونستید بچگی های ناصرالدین شاه واسه چه قصه ای میگفتن؟ نه. قصه شهناز و مهناز و حبه بتناز. حبه بهناز کجاشه؟ حبه بهناز